بسیاری از مردم به ارزهای رمزنگاری سرمایه گذاری می کنند بدون اینکه بدونند دقیقاً چی هستند و چگونه کار می کنند. فکر می کنند که می توانند شب به ثروت برسند. در این ویدیو به شما یک مقدمه کوتاه در مورد دنیای ارزهای رمزنگاری خواهیم داد. ما به هدف آنها و تأثیر پتانسیلی آنها در دنیای مالی پرداخته خواهیم شد. دقیقاً کریپتوکارنسی چیست؟ به طور خلاصه، این یک نوع ارز دیجیتال است که مستقل از سیستم‌های بانکی سنتی عمل می‌کند. برخلاف پول فیزیکی، ارزهای رمزنگاری تنها در دنیای دیجیتال وجود دارند. آنها متمرکز نشده‌اند، به این معنی که تحت کنترل هیچ گونه مرجع مرکزی نیستند، مانند دولت یا بانک. اما چه چیزی ارزهای رمزنگاری را ویژه می‌کند؟ ارزهای رمزنگاری از یک فناوری به نام زنجیره‌بندی استفاده می‌کنند. تصور کنید یک دفترچه دیجیتالی وجود دارد که تمام معاملات را ثبت می‌کند و در سرتاسر یک شبکه گسترده از کامپیوترها به اشتراک گذاشته می‌شود. این دفترچه تضمین می‌کند که معاملات شفافیت، امنیت و عدم تغییرپذیری داشته باشند که عملاً منجر به غیرممکن شدن تلاش‌های تغییر یا تقلب در معاملات می‌شود. هدف اصلی ارزهای رمزنگاری، ممکن‌سازی معاملات نظیر به نظیر، به معنای از شخص به شخص، بدون نیاز به واسطه‌گران مانند بانک‌ها است. با حذف این واسطه‌گران، ارزهای رمزنگاری به هدف تقویت افراد، ترویج اشتراک مالی و ارائه کنترل بیشتر بر مالیات شخصی هدفمندی می‌کنند. علاوه بر این، ارزهای رمزنگاری می‌توانند به عنوان یک ذخیره‌گاه ارزش جایگزین عمل کنند. برخی از ارزهای رمزنگاری، مانند بیت کوین، به عنوان یک نوع پول دیجیتال برای معاملات روزانه طراحی شده‌اند. دیگران، مانند اتریوم، هدف گسترده‌تری دارند و به عنوان یک پلتفرم برای ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز و اجرای قراردادهای هوشمند عمل می‌کنند. اکنون شاید تعجب کنید ارزهای رمزنگاری چه تأثیری بر جهان مالی می‌توانند داشته باشند. خب، این یک دنیای امکانات را باز می‌کند. در ادامه، برخی از حوزه‌های کلیدی وجود دارد که ارزهای رمزنگاری پتانسیل ایجاد تغییراتی دارند. شمول مالی، ارزهای رمزنگاری می‌توانند به افرادی که به خدمات بانکی سنتی دسترسی ندارند، امکان شرکت در اقتصاد جهانی را فراهم کنند. در حال حاضر، تقریباً 1.7 میلیارد نفر در جهان هنوز به خدمات بانکی رسمی دسترسی ندارند. دلایل عدم دسترسی به خدمات بانکی می‌تواند متنوع باشد و شامل عواملی نظیر عدم زیرساخت مالی، فقر، عدم وجود اسناد شناسایی و جداشدگی جغرافیایی می‌شود. دقیقاً در این شرایط، ارزهای رمزنگاری به مردم امکان مشارکت در اقتصاد جهانی را می‌دهند. تنها چیزی که نیاز است، اتصال به اینترنت و کیف پول دیجیتال برای استفاده از ارزهای رمزنگاری است. کاهش هزینه‌های معامله، سیستم‌های مالی سنتی معمولاً شامل هزینه‌ها و واسطه‌هایی هستند که می‌توانند هزینه بر باشند. ارزهای رمزنگاری دارای قابلیت کاهش هزینه‌های معاملات هستند و این باعث می‌شود که ارسال و دریافت پول به صورت جهانی برای مردم راحت‌تر شود. تراکنش‌های بی‌مرز، ارزهای رمزنگاری تحت مرزهای جغرافیایی محدود نیستند. آنها امکان تراکنش‌های فوری بین قاره‌ها را فراهم می‌کنند و نیاز به تبدیل ارز و واسطه‌ها را از بین می‌برند. نوآوری و دسانترالیزاسیون، ارزهای رمزنگاری شده با تکنولوژی زنجیره‌بندی قدرت گرفته، نوآوری و دسانترالیزاسیون را ترویج می‌دهند. آنها توسعه برنامه‌های دسانترالیزه را پشتیبانی می‌کنند که می‌توانند در زمینه‌های مختلفی از جمله مالی، مدیریت زنجیره تأمین و حتی هنر دیجیتال، معروف به توکن‌های غیرقابل معامله، نفت، بهبود ایجاد کنند. هرچند دنیای ارزهای رمزنگاری پتانسیل عظیمی دارد، اما مهم است که با احتیاط به آن نزدیک شویم. ارزهای رمزنگاری می‌توانند بسیار نوساناتی باشند و انجام تحقیقات دقیق و احتیاط در هنگام سرمایه‌گذاری یا شرکت در بازار ارزهای رمزنگاری ضروری است. خلاصه‌اش، ارز دیجیتال یا ارز رمزنگاری یک واحد پول دیجیتال است که مستقل از سیستم‌های بانکی سنتی عمل می‌کند. از فناوری زنجیره بلوک استفاده می‌کند تا معاملات ایمن، شفاف و غیرمتمرکز را ممکن سازد.
ارزهای دیجیتال، توانایی ترویج شاملی مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، تسهیل معاملات بدون مرز و ترویج نوآوری در بخش‌های مختلف را دارند. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. اگر این ویدیو مفید بود، لطفاً دکمه پسندیدن را کلیک کنید. به کانال ما مشترک شوید و زنگ اعلان را فعال کنید تا با ویدیوهای آینده ما بهروز باشید. اگر سوال یا پیشنهادی برای ویدیوهای آینده دارید، لطفاً آنها را در نظرات بگذارید. از تماشای شما سپاسگزاریم و امیدواریم در ویدیوی بعدی شما را ببینیم.